بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من یا محمد توپ خوش اومدید. اگه این ویدیو رو دارید می‌بینید پس قطعا به نحوه کسب درآمد از یوتیوب علاقه دارید. باید خدمتتون بگم که تقریبا 1 سال پیش بود که یکی از دوستام که یه چند ماهی داشت روی یوتیوب کار می‌کرد یه اینطور عکسی من نشون داد. این عکس که از کانال تاپ 10 فارسی هستش یا همون کانال 10 تا از مربوط میشه به یه سری دیتا راجع به این چنل و همینطور میزان درآمدش. بالای این عکس می‌بینید که تقریبا تا الان 1100 تا ویدیو آپلود کرده و از سال 2013 این چنل تو یوتیوب مشغول به کار بوده. یعنی تقریبا طی 7 سال 1100 تا ویدیو آپلود کرده که اگه 1000 سال تقسیم بر 7 کنیم می‌بینیم سالی 150 تا ویدیو تقریبا آپلود کرده. و سالی 150 تا ویدیو یعنی هر 2.5 روزی یه دونه ویدیو داشته این چنل آپلود می‌کرده. طبیعتاً کار خیلی آسونی نیست اگه بتونیم هر 2.5 روزی یه ویدیو آپلود کنیم و بخوایم روش صداگذاری کنیم، اون ویدیو رو تگ بذاریم براش، خودمون اون ویدیو رو از صفر بسازیم و کارهای دیگه‌ای که لازمه برای اون ویدیو انجام بشه. ولی حالا بریم بخش درآمدش. اون موقعی که من این عکس رو دیدم یه دانشجو بودم، تا هنوزم دانشجوام و تقریبا درآمد 1.5 میلیون تومان تو شهر تهران برای 150 ساعت کار در ماه داشتم. یعنی ساعتی 10000 تومان. حالا بریم درآمد ماهانه‌ش رو ببینیم. تو همین عکس قسمت پایین‌ترش رو می‌بینید یه گزینه هست تحت عنوان Estimated Monthly Earning، یعنی تخمین درآمد ماهانه. می‌بینید بین 400 تا 6500 یورو درآمدش هستش. اون موقع من اومدم میزان درستی این درآمد رو با یه سری از افرادی که میدونستم در اون یوتیوب کار میکنن مقایسه کردم، ببینم آیا واقعا این وبسایت داره من درآمد درست نشون میده یا نه. یه ویدیو راجع به این وبسایت بعداً خواهم ساخت، ببینیم که چطور کار کنیم، چطور مطمئن شیم درآمد درست نشون میده یا نه. ولی خدمتتون باید بگم که تا یه حد خیلی زیادی درآمدی که داره نشون میده درسته. یعنی اگه به عنوان مثال حداقل درآمدی که تخمین زده این ابزار رو براش در نظر بگیریم، من با خودم چیزی که حساب کردم این بود که اگه 400 یورو و یوروی 17000 تومان داشته باشم، یعنی 400 ضرب در 17000 تومان درآمد ماهانم میشه 5,800,000 تومان. طبیعتا این درآمد با درآمدی که من 1.5 دارم و اگه بتونم کارمو رشد بدم و بعد از 1 سال 2 سال پیشرفتم کنم خیلی اختلاف خواهد داشت. مثلا من شاید بعد از 7 سال حقوق 4 میلیون تومان رو داشته باشم، در حالی که بعد از یوتیوب میتونم بعد از 7 سال به 6 میلیون تومان برسم، اونم حداقل. و درآمدی که واقعا داره این چنل کسب میکنه با درآمد حداقلی که بهتون گفتم یه اختلافی داره. توی ویدیویی که بعداً براتون خواهم ساخت نحوه این که درآمد چجوری دقیق حساب کنه خدمتتون توضیح میدم و اینطوری شد که من راغب شدم که یه کانال یوتیوب برای خودم داشته باشم. تقریبا از مهر 98 بود که با یکی از دوستام 3 تا کانال یوتیوب زدیم و روی این 3 تا کانال با هم داریم کار میکنیم. 2 تا از این 3 تا کانال به درآمد رسیده، یکیش هم تقریبا 2-3 ماه دیگه به درآمد میرسه. و از 1 ماه پیش یا اوایل سال 99 بود که من تصمیم گرفتم همین تجربیاتمو به صورت ویدیو در کانال یوتیوب خودم یا محمد توپ آپلود کنم. ویدیوهای کانال من به 2 سبک مختلف تقسیم میشه. یه سبک کاملا در مورد یوتیوب و یوتیوبر شدنه و سبک دوممون هم در مورد ویدیوهای شخصی خودم، ویدیوهای فانی که دوست دارم آپلود کنم. سعی میکنم هر دو سبک آپلود کنم و اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو هم دوست دارید یادتون باشه که یه لایک به این ویدیو بدید. این ویدیو رو تو 3 بخش میخوام خدمتتون بگیم. بخش اول برای کسایی که هیچ دیتایی راجع به یوتیوب ندارن، فقط دوست دارم بدونن که آیا کسب درآمد از یوتیوب خوبه یا نه، من چقدر باید وقت بذارم، چطور باید ویدیو آپلود کنم، چه سختیایی داره این راه و سوالای از این قبیل. بخش دوم مربوط به کسایی که کانال یوتیوب داشتن یا دارن و سوالات مربوط به اکانت ادسنس دارن و بخش سوم مربوط به تجربیات خودم تو این 6-7 ماه و مشکلاتی که خودم و دوستم با کانالمون داشتیم و بالاخره کانالمون مونتایزیشن رسید و در نهایت بهتون بگم به صورت جمع‌بندی میصرفه آیا کانال یوتیوب داشته باشید برای کسب درآمد یا نه. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو باید بهتون بگم که یه چیز خیلی مهمه، اینکه بدونید چرا دارید این کارو میکنید. پروسه ادیت فیلم واقعا طاقت فرساست، اگه دوست نداشته باشید واقعا سخته. شاید بگم یه ادیت ویدیو 20 دقیقه‌ای برای کسی که تازه کار و زیاد وارد نیست حداقل 6-7 ساعت زمان ببره و بنابراین خیلی مهمه که بدونید از کانال یوتیوبتون چی میخواید، چی میخواید منتشر کنید و چی میخواید بگیرید. به عنوان مثال هدفی که خود من داشتم این بود که تقریبا 1 سالیه که دارم کار میکنم. کار منظورم داخل یوتیوب نیست، خارج از یوتیوب. و اگه سال گذشته رو یادتون بیاد آبان ماه تقریبا کل اینترنت ایران پکید. از اسفند ما با کرونا مواجه بودیم چون کسب و کارمون با دلار مواجه بود. من دیدم چقدر نرخ دلار نوسان داره، اصلا یه تایمایی شاید وجود نداشته باشه، یه تایمایی سر تحریم و اخبارهای مختلف قیمتش یهو خیلی بره بالا
بعد دیدم من هر کسب و کاری که بخوام داشته باشم و هر کسب و کاری بخوام حتی کارمند باشم، شاید وابستگیم به اون کار و اون درآمد خیلی خیلی زیاد باشه و به محض اینکه یه مشکلی به وجود بیاد، به خصوص که ما توی ایران هستیم، امکانه که من درآمد کامل از دست بدم خیلی زیاده. بنابراین تصمیم گرفتم که بیام و یوتیوب رو به عنوان یه منبع درآمد دوم داشته باشم و به صورت پیوسته روش کار کنم. حتما پس یادتون نره که برای خودتون یه هدف رو تعیین کنید، ببینید هدفتون چیه، ببینید چطور میخواید ادامه بدید، ببینید چقدر وقت دارید و اینا رو یه 2 تا 4 تا با خودتون بکنید، ببینید میصرفه آیا یا نه. بریم سراغ بخش اول، اینکه قبل از رسیدن چنلتون به درآمد چه چیزایی لازمه. بریم یوتیوب 2 تا شرط براتون میذاره که چنلتون به درآمد برسه. شرط اول اینه که 1000 تا سابسکرایب کسب کنید و شرط دوم اینه که 4000 ساعت واچ تایم برسید. برای شرط اول خدمتتون باید بگم که 1000 تا سابسکرایب به این صورت هستش که 1000 نفر بیان داخل چنل شما و این گزینه سابسکرایب رو روش کلیک کنن. طبیعتا اولش که با خودتون 2 تا 4 تا کنید، ببینید 1000 تا سابسکرایب واقعا چیز سختی نیست. 1000 نفر میان کلیک میکنن دیگه، کاری نداره. ولی بعد از اینکه محتوا گذاریتون شروع شد، می‌بینید که اگه محتواتون خوب نباشه، اگه محتواتون رو نتونید وایرال کنید، اگه محتواتون رو کسی نبینه، کسی سابسکرایب نمیکنه. حتی ممکنه خیلی از افراد بیان و محتواتون رو ببینن، کامنت بذارن ولی سابسکرایب نکنن. یعنی یه مشکل خیلی خیلی بزرگ هستش. یه ویدیو من بعداً راجع به یه سری از ابزارهایی که میتونید رایگان ازش سابسکرایب کسب کنید و براتون خواهم ساخت و همینطور خدمتتون توضیح میدم که چطوری میتونید با استفاده از یه سری از ترندهای روز به 100 تا سابسکرایب در طول یه هفته برسید. ولی بریم سراغ واچ تایم. برای واچ تایم باید بهتون بگم که 4000 ساعت واچ تایم عدد خیلی کمی نیست. برای اینکه یه ذره بیشتر در مورد واچ تایم بدونید، اصلا توضیح بدم که واچ تایم چی است. واچ تایم مجموع زمان افرادی هستش که میان داخل کانال شما و ویدیوهای شما رو تماشا میکنن. به عنوان مثال اگه یه نفر دیروز اومده باشه داخل کانال من و یه ویدیوی 30 دقیقه‌ای رو کلیک کرده باشه و 10 دقیقه از اون ویدیو رو دیده باشه، واچ تایم من در کل فقط 10 دقیقه یا 1/6 ساعت حساب میشه. بنابراین برای اینکه بتونید به 4000 ساعت واچ تایم برسید، تایم خیلی زیادی لازمه. طبیعتا اینو باید بدونید که حداقل 4 ماه، 6 ماه، 8 ماه شما باید محتوا بذارید، به صورت منظم محتوا رو سئو کنید، تگ بذارید، تایتل بذارید، سامنیل خوب بسازید براش تا بتونید به واچ تایم مورد نظرتون برسید. یه سری سوالات این وسط هستش، اینکه چند ماه طول میکشه چنل من مونتایزیشن برسه. این کاملا بستگی داره به محتوای شما، به نظمی که دارید محتوا رو آپلود میکنید، به کیفیت ویدیوهاتون و اینکه چقدر سرچ میشه و چیزای شبیه این. ولی چیزی که من دیدم اینه که حداقل شما 6 ماه زمان لازم دارید اگه دارید تنهایی کار میکنید، ولی حداقل شما برای خودتون 6 ماه تا 1 سال در نظر بگیرید. سوال دیگه ای هستش که اینکه ویدیوهای من چقدر از من وقت میگیره که اون ویدیو رو بسازم. کاملا بستگی داره که چه ویدیویی دارید میسازید. به عنوان مثال این ویدیویی که من دارم از خودم فیلم میگیرم و منتشر میکنم، چون اولش باید فیلم بگیرم، قبلش یه مقداری باید محتوا آماده کنم که چی میخوام بگم، بعدش باید اون فیلم ادیت بشه و یه مقداری هم که خود آپلود و تگ گذاشتن و دیسکریپشن و تایتل زمان میگیره. برای من تقریبا یه روز کامل زمان میبره. یعنی من صبح ساعت 10 صبح میام این ویدیو رو کار میکنم، روش ساعت 10 شب آپلود میشه. 10-12 ساعت کاره و یه روز کامل رو از من میگیره. ولی شاید مثلا بگید که من دوست دارم اوکی چند تا عکس هم بچسبونم، دقیقاً مثل همین چنل تاپ 10 فارسی، روش صدا گذاری کنم و اون رو منتشر کنم. دوباره باید بهتون بگم که این کار هم کار آسونی نیست. اینجوری نیست که بگید اوکی عکس‌ها رو به هم بچسبونم، حرف بزنم تمام بشه. حرف زدنتون توپق خیلی خواهد داشت، کیفیت صدا خیلی مهم خواهد بود. اینکه بتونید اصلا متناسب با اون عکس حرف بزنید دوباره خودش زمان بره و پروسه ساخت فیلم همینطور زمان بر خواهد بود. در کل این ویدیو هم حداقل 3-4 ساعت وقتتون رو میگیره. بنابراین فکر نکنید که اونی که داره 2.5 روز یه بار یه ویدیو منتشر میکنه وقتش خالی و هر 2.5 روز 3 ساعت وقت میذاره و تمام میشه کارش. نه، اصلا اینجور چیزی نیست. و مهمترین بخش این کار هم این هستش که پیوستگی رو داشته باشید. افراد زیادن که هفته اول 10 تا ویدیو منتشر میکنن، هفته دوم هیچی، هفته سوم هیچی، میبینی چنلش داره افت میکنه، میگه من چرا پیشرفت نمیکنم. خب مشخصه محتواتون نظم نداره که پیشرفت کنید. فارغ از کیفیتش، من اصولا به دوستایی که میخوان این کارو شروع کنن پیشنهاد میکنم که روی کمیت سرمایه گذاری کنید. چرا؟ چون کیفیت شما باید یه حداقلی رو داشته باشه. بعد از اون که به اون حداقل رسیدید، باید کمیت ویدیو اینقدر بره بالا تا اون ویویی که شما میخواین رو کسب کنید.
به عنوان مثال فرض کنید که شما توی کانالتون، یه کانال فرضی که دارید، یه کانال که الان دارید، 10 تا ویدیو ماه اول آپلود میکنید. هر ویدیو اگه 1 ساعت هم باشه یعنی شما 10 ساعت محتوا داخل کانالتون ماه اول قرار داده شده. پس ماه اول برای اینکه به مونتایزیشن برسید به 400 نفر احتیاج دارید که اون 10 ساعت ویدیو شما رو تماشا کنن. همین عدد برای ماه دوم به 200 ساعت یا کمتر میرسه. چرا میگم کمتر؟ اگه به عنوان مثال شما ماه دومم 10 ساعت ویدیو دیگه آپلود کنید، یعنی در مجموع شما 20 ساعت دارید، پس طبیعتاً به 200 نفر احتیاج دارید. اگه ماه دوم شما هیچ ویدیو آپلود نکنید، پس در کل شما دوباره به همون 400 نفر احتیاج خواهید داشت. ولی این در نظر بگیرید که ماه دوم زمانتون 2 برابر شده، پس افراد بیشتری داخل کانال شما میان و ویدیوها رو میبینن. بنابراین در کل به کمتر از 200 نفر، حتی اگه محتوای نذارید، ماه دوم به کمتر از 400 نفر احتیاج خواهید داشت. پس هرچی این محتوا گذاری بیشتر ادامه داشته باشه، شما نیاز به افراد کمتری دارین برای اینکه بیان واچ تایم بهتون بدن و طبیعتاً براتون محتمل‌تر میشه که به 4000 ساعت واچ تایم نزدیک بشید. یه نکته خیلی مهمم راجع به تجهیزات خدمتتون بگم، اینکه به هیچ وجه سعی نکنید که ماهای اول برای خودتون تجهیزات گیر بیارید. یعنی من دوربین حرفه‌ای داشته باشم، من میکروفون داشته باشم، من استودیو داشته باشم، نور مناسب داشته باشم. لازم نیست هیچ کدوم از اینا رو انجام بدید ماهای اول. میتونید با موبایل خودتون، میتونید حتی با میکروفون موبایل، میتونید با خرید میکروفون ارزون، با همون نورهایی که داخل اتاقتون هست و داخل خونتون هست، یه ویدیوی خیلی خوب بسازید. همین ویدیویی که الان دارید میبینید، من نه از دوربین استفاده کردم، کامل با گوشی موبایل خودم هستش، از نور خاصی استفاده نکردم. این لامپ اینجاست، یه محتابی اینجاست، نور دیگه هم ندارم. بس صدام که دارید با کیفیت نسبتا مناسبی میشنوید از میکروفون بویا اموان هستش که به لطف چنل اسکیلوید آقای عبدالعلی خریدم. خب بریم به سراغ بخش دوم از ویدیومون و طریقه ساخت اکانت ادسنس و اینکه اکانت ادسنس چی هستش. و باید خدمت دوستان بگم که همین اکانت ادسنس هستش که باعث میشه ایرانیان نتونن به صورت مستقیم از یوتیوب کسب درآمد کنن. ببینید چنلتون که رشد خیلی خوبی داشت، 1000 تا سابسکرایب گرفت و 4000 ساعت واچ تایم داشت، طبیعتاً به مونتایزیشن میرسه. بعد اینکه مونتایزیشن میرسه، یوتیوب میگه اوکی بیا کانال یوتیوب تو با اکانت ادسنس وصل کن. خب اکانت ادسنس اصلا چی هست؟ این اکانت چیزی هستش که هم کسایی که دارن از طریق اپلیکیشن کسب درآمد میکنن، هم کسایی که دارن از طریق وبسایت کسب درآمد میکنن و هم کسایی که کانال یوتیوب دارن و طرف قرارداد همه اینا گوگل هست، یه اکانت ادسنس برای خودشون میسازن و اون کانال وبسایت یا اپلیکیشن رو وصل میکنن به همین اکانت ادسنس و از طریق اون درآمدشون رو نقد میکنن. خب چرا ما ایرانی‌ها نمیتونیم؟ جوابش خیلی واضحه، همه شما میدونید دیگه، تحریم هستیم و طبیعتاً برامون شدنی نیست. سوال بعدی این هستش که اگه من یه کردیت کارت داشته باشم میتونم درآمدمو نقد کنم یا نه؟ این کاملا بستگی داره. شما 3 تا چیز احتیاج دارید که بتونید یه اکانت ادسنس فعال داشته باشید. مورد اول این هستش که یه کردیت کارت داشته باشید. مورد دوم اینه که یه آدرس واقعی اونور کشور داشته باشید و مورد سوم اینترنت بانک مربوط به همون کردیت کارت هستش. ببینید به محض اینکه میرید داخل ادسنس و ثبت نام میکنید، اطلاعات مالیتون رو میپرسه که کردیت کارت آدرس فلان و فلان چیه. خدا رو شکر من تونستم با استفاده از یکی از دوستایی که اونور دارم اکانتمو اپروو کنم. اگه شما میخواین اپروو بشه، گوگل یه پین کد یا کد ارسال براتون میفرسته و ازتون میخواد که این کد ارقامش رو بگید چی هستش و داخل سایت داخل اکانت ادسنستون وارد کنید تا تایید بشه. بعد از اینکه تایید شد، یه مبلغ خیلی ناچیزی مثلا 20 سنت، 40 سنت، 25 سنت به کردیت کارتتون واریز میشه و ازتون میخواد که اون مبلغ رو تایید کنید که چه مبلغی واریز شده. یعنی چند تا گزینه بهتون میده، ازتون میپرسه کدوم عدد به کارت شما واریز شده. دوباره شما باید به اینترنت بانک دسترسی داشته باشید تا بتونید بهشون بگید که چه مبلغی به کارت من ریخته شده. پس بنابراین اگه کسی اونور نداشته باشید یا حتی کسی اونور داشته باشید ولی کردیت کارت نداشته باشه و اینترنت بانک نداشته باشه، نمیتونید اکانت ادسنس فعال داشته باشید. ببینید خیلی از چنل های داخل خود یوتیوب هستن که میتونید بهشون پیام بدید، با باهاشون همکاری کنید که درآمدتون نقد کنن. خیلی از شرکت ها هستن که این کارو میکنن. اگه داخل گوگل سرچ کنید که نقد کردن درآمد از یوتیوب، میبینید یه سری وبسایت هایی هستن این کارو براتون انجام میدن. فکر میکنم ایرانی کارت یه نمونهش باشه، براتون این کارو انجام میده، یه مبلغ رو از مزدتون کم میکنه به عنوان کارمزدش و باقیشو بهتون میده. یه ایرادی که خیلی از ایرانی‌ها دارن و اطرافیامون اونایی که میخوان یه کانال یوتیوب داشته باشن اینه که اول میرن دنبال یه اکانت ادسنس اپروو شده، بعد میرن کانال یوتیوب داشته باشن. باید خدمت این دوستان بگم که این کار شما دقیقاً شبیه یه نفری که میخواد مسافرکشی کنه و میره خیابونای شهر رو بررسی میکنه که کدوم خیابون چه ساعتی شلوغ‌تره، من برم اونجا مسافرکشی کنم، در حالی که 1 سال دیگه هنوز میخواد برای ماشینی که میخواد باهاش مسافرکشی کنه ثبت نام کنه. طبیعتاً اگه شما میخواد کسب درآمد از یوتیوب کنید، تا وقتی نین داخل یوتیوب
تا وقتی محتوا نسازید، تا وقتی ادیت نکنید، تا وقتی آپلود نکنید، تا وقتی روبروی دوربین نشینید حرف بزنید، کاملا بیفایده است. اکانت ادسنس راحت میتونید گیر بیارید، هیچ مشکلی نداره. افراد زیادی هستن براتون این کارو انجام میدن. ولی چیزی که نمیتونید راحت انجام بدید اینه که ویدیو بسازید، اینه که 1000 تا سابسکرایب داشته باشید و به 4000 ساعت واچ تایم برسید. بنابراین حتما قبل از اینکه بخواید برید دنبال اکانت ادسنس به این اون پیام بدید که آیا تایید میشه یا نه، همین الان، همین امروز یه ویدیو برای خودتون بسازید و ببینید که چطور هستش، بازخورد اون ویدیوتون چطوره، چیکار باید بکنید، چیا رو باید یاد بگیرید، چه نرم افزاری باید باش کار کنید. همه اینا سوالایی هستش که خواهید داشت. بنابراین تا وقتی نرید تو پروسه ساخت ویدیو فکر کردن و دنبال اکانت ادسنس گشتن کار اشتباهیه. خب بریم سراغ بخش سوم و در این بخش میخوام تجربیاتی که خودم از کانال‌های قبلی داشتم باهاتون در میون بذارم. اول از همه بهتون میگم کانال‌های قبلی که من داشتم به این شکل نبوده که خودم یا کسی بیاد حرف بزنه. به این شکل بوده که ما یک کلیپ تهیه می‌کردیم، روش صداگذاری می‌کردیم و اون کلیپ رو آپلود می‌کردیم داخل یوتیوب. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که حتما وارد یوتیوب بشید و ویدیو بسازید. هم ویدیو از خودتون بسازید و هم ویدیو به صورت کلیپ بسازید تا ببینید کدوم براتون بهتره، کدوم بازخورد بهتری میگیره براتون و کدوم که وقت کمتری ازتون میگیره با توجه به شرایطی که دارید کدوم براتون اوکی تر. ببینید به محض اینکه شما ویدیو بسازید خیلی مشکلات زیادی رو میبینید. یکیش صداست، یکیش کپی رایت هایی که یوتیوب داره، یکی گایدلاین کامیونیتیشه که امکان داره استرایک بگیرید، یکیش اینه که چجوری تگ بذارم، چه ابزارهای استفاده کنم و همه اینا رو نخواهید دید، باش مواجه نخواهید شد مگر اینکه ویدیو بسازید. پس حتما اولین پیشنهادی که دارم اینه که ویدیو بسازید همین امروز. مورد دوم اینه که وسواس رو بذارید کنار. اگه خیلی وسواس دارید که این ویدیو این گوشش خراب شد، من بعد این کلمه رو گفتم، یه لحظه به دوربین نگاه نکردم، این مشکل داشت، عکس این جالب نیست و چیزای شبیه این، طبیعتاً یه ویدیو ساختن وقت خیلی زیادی رو ازتون خواهد گرفت و در حالی که میتونستید مثلا توی بازه 6 ماهه 60 تا ویدیو آپلود کنید، به جاش 30 تا ویدیو آپلود کردید، طبیعتاً شاید نصف مخاطباتون از دست داده باشید. چرا اینو میگم بهتون؟ چون چنل شما تازه موقعی رشد میکنه که شما تقریبا 4 ماه از چنلتون گذشته، 3 ماه از چنلتون گذشته، یه محتوای خیلی خوبی دارید و تقریبا 70 80 تا ویدیو آپلود کردید. اگه به این نقطه رسیدید یعنی نقطه‌ای هستش که شما دارید رشد میکنید. رشدتون علاوه بر اینکه داخل چنل هست، رشد شخصی خودتون هم هست، چون میتونید ابزارهای مختلفی رو یاد بگیرید، طریق ادیت کردن رو یاد گرفتید، چجوری افکت‌های مختلف استفاده کنن و چیزهای شبیه این. تا وقتی نین داخل و ویدیو بسازید اینها رو یاد نمیگیرید و کمیت ویدیوهاتون خیلی مهمه که به کانالتون شاخ و برگ بده. مورد سوم اینه که چجوری بتونید یک تامنیل یا سامنیل خوب برای چنلتون بسازید، چون خیلی مهمه که وقتی یه نفر میاد ویدیوی شما رو میبینه اون عکس اول چنلتون چی هستش. به عنوان مثال عکسی که من داشتم برای این ویدیو این عکس بود. حالا اگر عکس بدی داشته باشم خیلی تاثیر بدی داره، چون اون عکس طبیعتا میشه ویترین چنل شما. اگه ویترین خوبی داشته باشید کسی نمیاد داخل چنل ببینه چی دارید، در حالی که اگه ویترین خوبی داشته باشید ولی محتوای داخلش هم ضعیف باشه، افرادی که داخل چنلتون کلیک میکنن روی ویدیوهاتون خیلی بیشتر میشن و بنابراین احتمالی که واچ تایم و سابسکرایب زیادتری بگیرید هم بیشتر میشه. و در کل اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم که آیا کلا یوتیوب داشتن میصرفه یا نمیصرفه، باید بهتون بگم میصرفه، ولی برای کسی که واقعا داره وقت میذاره، واقعا داره یاد میگیره و واقعا داره پیشرفت میکنه. و اگه بازه هدفتون رو بلند مدت بگیرید، یعنی الان من چنل رو توی این نقطه ساختم و 1 سال بعد میخوام بازخورد خودم رو ببینم و 1 سال بعد میخوام به درآمد برسم، این نقطه خوبیه. ولی اگه خودتون رو مقایسه کنید قطعا شاید خودتون رو ببازید. چرا؟ چون به عنوان مثال فرض کنید من الان یه چنل دارم و 500 تا سابسکرایب دارم، خب میام خودم با یه چنلی که 5000 تا سابسکرایب داره میسنجم، یعنی تقریبا اون 10 برابر من. اگه بتونم نحوه درآمدش رو و میزان درآمدش رو ببینم چقدره، مثلا فرض کنم با 5000 تا سابسکرایب داره $500 ماهی در میاره، کاملا فرضی. با خودم میگم اوکی، یعنی من وقتی به 1000 تا سابسکرایب برسم یعنی 1/5 اون درآمد خواهم داشت، پس $100 درآمد خواهم داشت. ولی این درست نیست. چرا؟ چون که حجم زیادی از واچ تایم، ویوها و درآمد اون رو اون مدت زمانی که از 1000 تا 5000 سابسکرایب داشته میگرفته رو در بر میگیره. فقط شما وقتی میتونید این رو مقایسه کنید که عمر این دو تا چنل تقریبا یکسان باشه و اون موقع میتونید درآمدشون رو مقایسه کنید، با فرض اینکه همه شرایطهای دیگه مثل طول ویدیوهاش، مقدار سابسکرایبش، واچ تایمش و اینا همه یکسان باشه، اون موقع میتونید اگه عمر چنل ها یکسان باشه با هم دیگه مقایسه کنید. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید.
اگه از این ویدیو خوشتون اومده یا از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما یادتون باشه کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید دوستان لایک یادتون نره. مرسی، خدا نگهدار.